امروز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون سپری با اعتماد دولت و ملت پایه‌های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را باز هم استوارتر می‌گرداند. این نکته در همایشی که بخشیده به روز ارتش ملی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برگزار گردید بیان شد. رکتور دانشگاه در جمع آمد ایدانه گفت که امروزها مردم تاجیکستان با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات 32 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را با روحیه بلند وطن دوستی و افتخار ملی تجلیل می نمایند. با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ارتش ملی 23 فوریه سال 1993 در شرایط نهایت مرکب تأسیس داده شد. حکومت مملکت با وجود مشکلات زیاد اقتصادی و مالیوی هنوز در نخستین سالهای صاحب استقلالی مملکت با تجدید و نوسازی انفراستراکچور و تأسیس جزء تام‌های مخصوص گردانیده اعتبار خاص ظاهر نموده در برابر تامینات آنها با تکنیک و تجهیزات معاصر با آماده‌سازی کادرهای بلند اختصاصی نظامی شروع نمود. تاکید شد که با نظر داشت آنکه صف قواهای مسلح کشورمان را اساساً جوانان تشکیل می‌دهند، تربیت حربی وطن دوستی و تقویت حس ملی سربازان آینده از وظیفه‌های مهمترین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، عالی کسبی و اهل جامعه به حساب می‌رود. در انجام همایش جشن سرود و ترانه‌های ترنمگر صلح و دوستی و وطن و تاجیکستان صدا دادند.